موضوع برنامه امروزی ما به مسئله تاثیر دست انسان در ویران کردن ترکیب خاک بخشیده شده است. شعله نیز یکی از عامل‌های شستن شوره خاک میباشد. این پرو باشه، این از سببی که طبیعی است، خودش زمین ملایم میکنه، ریشه حرکت کرده میرود. یکی از سمت‌های اساسی تنزلیابی زمین‌ها این بطلاق شوی، شورشوی و با اروز دچار شدن زمین‌ها به حساب می‌رود. اگر آب فلزی موجود باشد که یگان وجب زمین خالی نمیماند. معلوم است که آب زیاد حتما به ترکیب خاک تاثیر منفی خودش را میرساند. اون توسط آبشویی کنی میتوانیم که یک با درجه پاس یا درجه خب بینمکی رسونیم. 4000 گکتار زمین‌های کشاورزی حالت ملیارتیوی آنها بهتر کرده شد. مقدار آن گازهایی که مقدار آن دودهایی که در اتمسفر هست، آن گازهایی که در اتمسفر هست، اینا در ترکیب خاک میشینند. ما باید اینکه اینفراساختاری ساحه کشاورزی بنیاد کردن ما ضرور بود.